خوش آمد لایف ترید امروز. بچه من این حرکت بازار بورس امریکا رو میس کردم. قشنگ الان تیپی 4 تیپی 5 تا شده بود. منتظر هستم چون این لیکویت های قسمت را جمع کردم. منتظر یک سیل هستم ببینیم کندل پندقه چجوری بسم شد. ولی خب فعلا که خیلی با قدرت خریدارا خیلی قدرت زیاد هسته. خب این کندل هم که بسته شد. ببینم کندل پندقه یک قرمز بسته شد یک معامله سیل میگیرم. من همینجا وارد یک معامله سیل شدم. معامله یک ذره پر ریسکه ولی خب استاپم کوچیک میشه. استاپ قیمتم $200. ببینیم چی کار میکنیم. معامله استاپ میشه یا تیک پروفیت. اصلا ویکی زد قشنگ نیست. alright. دقیقا چیزی که من میخواستم. مثل اینکه بایرها از دورشون زیاد است. ببینیم چی کار میکنم. ببینیم طلا چی کار کرد. طلا هم که بولیشه. شت طلا چقدر خوشگله را کرده. اوکی بچه استاپ خورد. صبر میکنیم. استاپ خورد $215 ضرر کرد. استاپ ما را زد. الان نگاه کن چقدر کندل داره قرمز بسته میشه. مارکت آمد لیکویت های چند روزه که بود جمع کرد دیگه. الان احتمال که برگرده خیلی زیاده. و امروز ساعت 8 بجه به وقت سویدن. سلام مجدد بچه ها. همجوری که میبینید من دوتا معامله سیل دارم که نزدیکای تیپ 1 هسته. چون حجمم سنگین هسته میخوایم هر دوتا معامله را تیپ 1 ببندم. حالا اگر فرصت داد چون نمیخوام حداقل نمیخوایم روز با ضرر به اتمام برسونم. alright. بچه من معامله را بسته کردم. معامله اول $215 ضرر شد. معامله
دوم که یک حجم داشتم 471 دلار سود شد و معامله دیگه با حجم 5 لات 257 دلار سود. در کل 513 دلار تو سود هستیم. بچه من ترید نمی کنم دیگه، امروز سود خود گرفتم چون امروز یک خبر مهم هم داریم. بازار خیلی کریزی حرکت میده، خیلی. من سود خود گرفتم، بقیش نوش جون هر کسی گرفت. این هم از لایف ترید امروز. بچه ها مواظب خودتان باشید. یا علی.